امروز میخوایم یه نگاه متفاوت به وداها بندازیم. فکر نکنید فقط یه سری کتاب مقدس قدیمی هن. نه، بیایید بهشون مثل یه کد منبع نگاه کنیم. یه کدی که هزاران سال پیش یه انشعاب بزرگ توش اتفاق افتاده. تا حالا به این فکر کردیم که اگه قدیمی ترین کتابای مقدس دنیا در واقع کد منبع یه تمدن باشن چی میشه؟ دقیقاً مثل یه سیستم عامل. خب حالا فکر کنید چی میشه اگه اون سیستم عامل قدیمی بشه و نیاز به یه آپدیت اساسی داشته باشه؟ داستان ما دقیقاً از همینجا شروع میشه. خب، وداها چی هستن؟ اینها متون اصلی هندویسمن که به یه زبان خیلی قدیمی و پیچیده به اسم سانسکریت ودایی سروده شدن. و نکته جالبش اینجاست. برای قرنها نوشتنشون ممنوع بوده. همه چیز سینه به سینه منتقل می شده. از طریق یه سیستم حافظه انسانی فوق‌العاده. یه چیزی شبیه یه بلاکچین انسانی غیر متمرکز. فکرشو بکنید. خیلی خب، پس بیایید بریم سراغ نسخه یک این کد، سیستم عامل اصلی. این سیستم عامل برای یه دنیای خیلی خاص طراحی شده بود. دنیایی که قهرمان اصلیش یه پادشاه جنگجو بود. اسم این سیستم عامل اصلی ریگ‌وداست. قدیمی ترین ودا و مثل یه پنجره است که به ما اجازه میده یه نگاه کاملاً بی پرده و بدون فیلتر به دنیای اون مردم بندازیم. و بهترین راه برای اینکه بفهمیم اون دنیا چطور بوده چیه؟ اینکه ببینیم قهرماناشون کی بوده. خب با این راه آشنا بشید. اصلاً فکر یه خدای آروم و اهل مدیتیشن رو از سرتون بیرون کنید. این را یه پادشاه جنگجوی به تمام معناست. قدرتمند، عصبی، خشن، حتی حسود. شاید بپرسید خب چرا همچین خدایی رو میپرستیدن؟ جواب ساده است. چون کار رو تموم میکرد. اون خدایی بود که تو جنگ‌ها پیروزی رو براتون تضمین میکرد. شخصیت ایندرا خودش یه آینه تمام نما از جامعه‌ایه که اون رو ساخته. میدونید ریگودا بیشترش کار قبیله آنگیراسا بوده. یه عده جنگجوی ماجراجو تو منطقه پنجاب که براشون فقط یه چیز مهم بود: عمل، اراده و قدرت. همینو بس. اما خب هیچ تمدنی تا ابد یه جور نمیمونه، درسته؟ جامعه عوض شد و اون سیستم عامل قدیمی دیگه جواب نمیداد. وقت آپدیت بزرگ بود. آپدیتی که قرار بود یه برخورد بزرگ بین ایده ها رو رقم بزنه. ببینید یه تغییر خیلی بزرگ داشت اتفاق میافتاد. مردم داشتن از زندگی کوچنشینی تو پنجاب به سمت شرق حرکت می‌کردن، به سمت دشتای حاصلخیز گنگ و اونجا برای اولین بار جوامع کشاورزی و یکجانشین رو راه انداختن. خب این مدل زندگی جدید یه چیزایی لازم داشت که قبلا خیلی مهم نبود: ساختار، ثبات و از همه مهمتر نظم. این آپدیت نرم افزاری هم از راه رسید به شکل وداهای جدیدی مثل یاجورو ودا و آتارو ودا. اما یه مشکلی وجود داشت، یه مشکل بزرگ. این کدهای جدید رو 2 گروه رقیب داشتن می نوشتند، با 2 دیدگاه که 180 درجه با هم فرق می کرد. خب این 2 گروه کیا بودن؟ یه طرف همون قبیله آنگیراس، نویسنده های ریگ ودا. اینا دواها رو میپرستیدن، یعنی خدایان قدرت. قهرمانشون هم که میشناسید، ایندرا. اون طرف دیگه قبیله بریگوس بود، نویسنده های آتار و ودا. فلسفه اینا کاملاً برعکس بود. اونها آسوراها رو میپرستیدن، یعنی خدایان نظم، و خدای اصلیشون کسی نبود جز وارونا. این دیگه فقط یه اختلاف نظر ساده نبود. این یه جنگ تمام عیار بود بین 2 ایده بزرگ. از یه طرف قدرت طوفانی و آشوبگر اراده فردی. از طرف دیگه قدرت آروم و پایدار نظم کیهانی. پس یه سمت ایندرا رو داشتیم، نماد اراده خالص و رام نشدنی. و در سمت دیگه وارونا، خدای نظم کیهانی، مثل یه قاضی ساکت و دانای کل. و این درگیری بین اراده و نظم بین ایندرا و وارونا آخرش به جایی رسید که توی دنیای برنامه نویسی بهش میگن فورک، یه انشعاب، کد منبع دینی دنیای باستان برای همیشه 2 شاخه شد. حالا بیایید ببینیم این انشعاب دقیقاً چطوری اتفاق افتاد. اولش یه منبع مشترک ودایی داشتیم. بعد اون شکاف عمیق فکری بین ایندرا و وارونا به وجود اومد. و دقیقاً از همین نقطه تاریخ 2 شاخه شد. 2 مسیر کاملاً جدا از هم. یه مسیر رفت به سمت هند و اون یکی رفت به سمت ایران. خب تو هند چی شد؟ اونجا مسیر ایندرا، یعنی مسیر اراده، برنده اصلی بود. ولی فلسفه نظم وارونا کلاً از بین نرفت. به اون سبک خیلی جالب هندی
به جای حذف کردنش جذبش کردن. یعنی ویژگی‌های وارونا با یه خدای دیگه به اسم ویشنو ترکیب شد. ویشنویی که بعدها تبدیل شد به یکی از مهمترین شخصیت‌های هندویسم امروزی. اما اون گروه دیگه چی؟ اونایی که طرفدار وارونا و نظم کیهانی بودن. خب اونها یه مسیر کاملا متفاوت رو انتخاب کردن. مهاجرت کردن به غرب، به سمت ایران. و اونجا بود که ذات و جوهره خدای اونها یعنی وارونا تکامل پیدا کرد و تبدیل شد به خدای یگانه و برتر یه دین کاملا جدید، دین زرتشت. و اینجا دقیقاً جاییه که داستان دیگه واقعاً شگفت‌انگیز میشه. به شواهد زبانی گوش کنید. توی وداها به یه آسورای دانا میگفتن آسورا مداهاس، یعنی سرور دانا. حالا بیایید بریم سراغ کتاب مقدس زرتشتیان یعنی اوستا. اسم خدای بزرگ چیه؟ اهورا مزدا. یعنی چی؟ یعنی سرور دانا. این شباهت دیگه تصادفی نیست. واقعاً خیره کننده است. ولی اگه دنبال یه مدرک قاطع و محکم هستید، فقط این عدد رو یادتون باشه. توی یکی از متن‌های زرتشتی یه لیست از 101 نام برای اهورامزدا وجود داره. میدونید نام 44م چیه؟ خود وارونا. تمام، دیگه از این ارتباط واضح‌تر و انکارناپذیرتر نمیشه. این ارتباط مستقیم به ما نشون میده که اون انشعاب باستانی توی کد منبع چه پیامدهای عظیمی داشته. پیامدهایی که هزاران سال بعد کل نقشه معنوی سیاره ما رو شکل دادن. 2 مسیر کاملا متفاوت که از یه نقطه شروع شدن. یه لحظه به میراث این 2 مسیر فکر کنید. مسیر ایرانی با اون تمرکزش روی نظم و یه خدای واحد راه رو برای یکتاپرستی باز کرد. مسیری که بعدها روی یهودیت، مسیحیت و اسلام تأثیر مستقیم گذاشت. و اما مسیر هندی، اونها خدای نظم یعنی وارونا رو توی پانتئون بزرگ و متنوع خودشون جذب کردن و یه سیستمی رو به وجود آوردن که توش هزاران خدا میتونن کنار هم وجود داشته باشن. و این پیامبر زرتشت بود که اومد و به این انشعاب یه شکل رسمی داد. اون به طور واضح دواهایی مثل ایندرا رو رد کرد و به جاش پرستش یه خدای واحد و اخلاق مدار یعنی اهورامزدا رو معرفی کرد. و اینطوری بود که یکی از اولین ادیان بزرگ یکتاپرست جهان پایه‌گذاری شد. و نکته کلیدی دقیقاً همینه. این انشعاب بزرگ جهانی، این 2 مسیر دینی کاملا متفاوت با جنگ و خونریزی شروع نشد. نه، با یه مناظره شروع شد. یه مناظره بین 2 قبیله سر 2 ایده قدرتمند، اراده در برابر نظم. و این داستان ما رو با یه سوال بزرگ تنها میذاره. واقعاً چند تا از رویدادهای سرنوشت ساز تاریخ نه با چکاچک شمشیرها که با یه بحث و مناظره بر سر یه ایده شروع شدن. ممنونم که تو این بررسی با من همراه بودید.